کرونا ویروس، امتحان و افسانه گشتن آن. اینک تقریبا 2 ماه می شود که اهل عالم جسماً و روحاً با این وباء نورسته کرونا ویروس در نبرد هستند. اگر آغازش تنها در ووهان چین بود، اکنون پای شومش به ایتالیا و ایران و کره و دیگر منطقه های عالم گذاشته شد. از این به بعد آن را وباء همگیر گفتند، چون آن دیگر مربوط به این یا آن کشور نیست، بلکه جهانگیر شده است. برای این ویروس نامشهود تا هنوز دوا نیافته اند و محض همین وضعیت همه را در شرق و غرب نگران کرده است. هرچند که مردم به زبان حال اعتراف نکنند اما همه منتظر آن هستند که این درد بی‌دوا خود به خود معجزه‌وار از بین برداشته شود، از بین برود و به کنج فراموشی سپرده شود که گوش و گردن همه را کر کرده است. مردم هرچند که اعتراف نکنند در دل یک راز را پنهان دارند که می گویند ای خدا، کاش این وبا زودتر نیست و نابود شود. این حالت بیچارگی و درماندگی و تضرع باطنی و زبانی گویای آن است که این کائنات ناپیدا کنار به صاحب نیست و آن در پنجه قدرت آفریدگار هست که همه را آفریده و می آفرد و پروریده و می پرورد. امروز سر هر 2 راه به هم رسیده است که یک راه مردمان دیندار و یک راه مردمان بیدین که همه منتظر یک معجزه هستند کی باشد صورت گیرد و این نحس دست از سر فرزند آدم بردارد. هرچی که در اختیار آدم بود آوردند و ریختند که از چنین و چنان معیارها استفاده کنید تا به این کسل مبتلا نشوید. اکنون گفتند که دست و دهان و بینی را همواره بشویید، به خبر از آن که شخص مسلمان را اجازه نیست که بدون وضوء گرفتن وارد نماز گردد و در وضوء گرفتن شستن دهان و مزمزه و شستن بینی و خلال انگشتان دست و پای ناگزیر است. در دین ما نماز کردن 5 بار در یک روز فرض است و بدون طهارت کردن کسی را اجازه نیست که وارد نماز گردد. همکنون در نماز کردن قیام و رکوع و سجده نشستن است که انسان را از حال به حال می گرداند و بهترین حالت نماز سجده بردن و جبین بیچارگی بر زمین مالیدن است که در این هنگام خون در قسم بالایی بدن یعنی سر فرود می آید و گردش خون را فعال می گرداند. محض همین تنظیم خون و فعالیت بانشات در ناحیه سر می تواند دفع چیزهای بیگانه نماید و هر علت رسیده را از راه بینی و چشم و گوش و دهان خنثی کند و در آینده از تأثیر پذیری امین ماند. این بود گفتار چند در موردی به اسباب دست زدن شخص مسلمان تا نگویند که مسلمانان از نادانی تنها خود را حواله تقدیر می کنند. اما به تقدیر باور داشتن و توکل بر خدای کردن این یک سپر دیگر است که شخص مسلمان را مسلحتر، نیرومندتر، بی‌باکتر علیه هر گونه افکار سلبی و افسردگی و نومیدی می کند که این را هم دیندار و هم بیدین قبول دارند. نرویم بیرون از بحث کرونا که چی خواهد شد و چی باید کرد. گفتن به موارد است که در قرنهای پیشین هر جای این گونه وباها سر میزد و جان مردم را در خطر می افکند، همان گونه که امروز این ویروس ما را در ترس و هراس افکنده است. ولی از همه مهم آن است که ما این را درک نماییم که این ویروس آزمایش بیش نیست و روزی می رسد که این حالت ما چون افسانه به یادگار خواهد ماند. و الله ذوالجلال در قرآن عظیم الشأن بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و هر آینه شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان مالها و جانها و میوه ها می آزماییم، یعنی امتحان میکنیم
و صابران را بشارت و خوشخبر ده. آره، با آنکه در کارها این نظام عالم هستی چون و چراها میکنیم، پای از جایگه خیش درازتر می نهیم و می گوییم آنچه را که نباید بگوییم و می کنیم آن کار را که نباید بکنیم و بر خود و دیگران ظلم و ستم می کنیم، ما را از روی مهربانی آزمایش می کند تا سر جای خود بنشینیم. ما را با ترس گرفتار شدن با گرسنگی و کم گشتن مال و از ترس جان و از دست رفتن ثمر درختانمان می آزماید تا چی کار می کرده باشیم. بیمار را به بیماریش، تن صحت را به تن صحتش، خریدار را به پولش، فروشنده را به انصافش و غیره و هاکذا. آیا همین چند روز پیش امتحانی را از سر نگذرانیدیم که با چند از سر و صدا پولداران از ترس گرسنگی به بازارها ریختند و آرد و روغن بیشمار به خانه ها کشیدند و مردم نادار را که یک خلطه آرد بیشتر خریداری کردن نمی توانستند ترس بالای سرشان زم کردند؟ مگر هر کسی در فکر شکم خیش نبود؟ چی کسی را فکر آن در سر آمد که چون من این همه آرد را برای ذخیره 2 ماه به انبار کشم، همسایه چپ و راست من که امروز نان خوردن فرزندهایشان را ندارند چی کار میکنند؟ آره، این ویروسی که تا هنوز کسی او را به چشم ندیده و صدای پایش را نشنیده است، آزمایش و امتحانی بیش نیست، اما آزمایشی سخت. ولی در پایان آیت تنها صفت یک گروه از مردم را آورد و آنها را مژدگانی فرستاد که این گروه صابران یا شکیبایان هستند که چون به آنها سختی رسد با صبر و شکیبایی و کمال دوراندیشی میگویند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همانا ما از آن الله هستیم و همانا ما به سوی وی باز خواهیم گشت. این گروه از ترس گرسنگی نان دهان مردم را برای ذخیره کردن 2 ماه بعد به انبارها نمی کشند. این گروه از ضعف و ترس مردم استفاده نمی کنند و آردی 170 سامانه را به 200 سامان و بالاتر از آن نمی بردارند. این گروه جیب بیماران را به امید نجات دادن خالی نمی کنند. این گروه خدای نکرده اگر بیمار شوند، آب دهان و بینی را مثل آن چند بیدین بیمروت در راه و بیراه نمی اندازند تا دیگران را نیز گرفتار سازند. این گروه نمی پسندند بر دیگران آن چیزی را که برای خود دوست ندارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. به این گروه از پروردگارشان درودها و بخشایش است و آنها از جمله راه یافتگانند. حالا چه چیز بالاتر، لذت بارتر، گواراتر از آن است که از خداوند به سوی بنده اش درود و مهربانی رسد؟ ای مردم، همان گونه که بر سر دیگر قوم‌های پیشین مشکلی ها آمده بود و از بین رفت، این مشکلی آمده نیز از میان خواهد رفت. ما را الله ذوالجلال در قرآن عظیم الشأن هشدار داد بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود را به هلاکت نیفکنید و به اسبابها باید چنگ زنیم و بهداشتی را رعایت نماییم. و همچنین به ما تعلیم داد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر که از الله بترسد برای او راه خلاصی پدید می آرد. پس ما را ضرور است که به سببها چنگ زنیم و خود را به هلاکت نیفکنیم و هم باید که از کمی و کاستی های خود و دیگران آمرزش طلب کنیم که تا هر چه زودتر راه خلاصی برای تمام اهل بشر از جانب الله پدید آید. می کند دست دعا به برگی ما را علاج، دست پیش مردم عالم چرا داریم ما؟ با امید رسیدن روز خوش و امتحان آسان
و رها یافتن از هر ناخوشی آشکار و نهان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.